فوتبال فقط استعداد نیست. گاهی بی‌اعتمادی، تحقیر و اخراج بازیکنی رو میسازه که دنیا رو میلرزونه. توی این ویدیو سراغ مهمترین فوتبالیستایی میریم که تیم‌هاشون اونا رو کنار گذاشتن، اما اونا با تغییر تیم، ذهنیت و مسیرشون تبدیل به ستاره‌هایی شدن که تاریخ رو عوض کردن. داستان‌های واقعی، بازگشت‌های باور نکردنی و تصمیمایی که فوتبال رو کاملاً تغییر داد. این ویدیو رو تا آخر حتما نگاه کنید، چون می‌بینید که بعضی از اخراج‌ها آغاز یک افسانه بودن. تصور کنید تو اوج جوانی بهت بگن تو به درد ما نمیخوری، کافی نیستی، باید از این تیم بری. برای خیلیا این جمله یعنی پایان تمام رویاها و آرزوها، اما برای بعضیا شروع یک جنگ خاموشیه. فوتبالیست شماره 1 کوین دی بروینه، بازیکنی که چلسی نابودش کرد. دی بروینه با هزاران امید و آرزو به چلسی اومد، اما مورینیو بهش هیچ اعتمادی نداشت. نه فیکس بود، نه حتی ذخیره قابل اعتماد. هر بازی توی نیمکت بود، هر تمرین بدون آینده. فروشش به وولفسبورگ یعنی ما دیگه بهت نیاز نداریم. اما اونجا کوین دی بروینه آزاد شد. پاس‌های مرگبار، دید فوق‌العاده و رهبری کامل. بهترین بازیکن بوندسلیگا شد و وقتی منچستر سیتی خریدش، اون موقع بود که چلسی فهمید چه اشتباه بزرگی کرده. گاهی مربی اونیه که اشتباه میکنه، نه بازیکن. بازیکن شماره 2 محمد صلاح، بازیکنی که دست کم گرفته شد. صلاح در چلسی فقط یک چیز شنید: تو هنوز آماده نیستی. فرصت کم، فشار زیاد و اعتماد کاملا صفر. اما ایتالیا صلاح واقعی رو ساخت: تمرکز، بلوغ و آتش انتقام. و صلاح در روم تبدیل شد به یکی از خطرناکترین وینگرهای اروپا. وقتی به لیورپول رفت دیگه اون بازیکن قبلی نبود. گل‌های بسیار زیاد، رکوردهای قهرمانی و محبوبیت فوق‌العاده زیاد جهانی. بعضی بازیکن‌ها فقط و فقط به زمان نیاز دارن. فوتبالیست شماره 3 زلاتان ابراهیموویچ، وقتی شخصیت حذف شد. زلاتان در بارسا هیچ مشکل فنی نداشت، مشکلش شخصیتش بود. سیستم پپ نظم مطلق بود، ولی زلاتان آزادی مطلق رو میخواست و این باعث شد یک اخراج محترمانه صورت بگیره. اما زلاتان در میلان دوباره متولد شد: رهبر، گلزن و سلطان مطلق رختکن تیمش شد. همه سیستم ها برای همه بازیکن ها مفید نیست. فوتبالیست شماره 4 کسی نیست جز لوکا مودریچ، بازیکنی که هر روز مسخره می شد. وقتی مودریچ به رئال رفت بهش می گفتن بدترین خرید سال رئال مادرید. کوچیک بود، لاغر بود و قدرت بدنی کمی داشت، اما ذهنش توی سطح دیگه ای بود و سالها بعد تونست توپ طلا و مغز متفکر رئال بشه و احترام جهانی که لایقش بود و کسب کنه. یادمون باشه فوتبال فقط بدن و عضلات نیست، ذهنه. بازیکن شماره 5 کسی نیست جز آنخل دیماریا. دیماریا در یونایتد و رئال گم شد. نه زبان، نه فرهنگ و نه حمایت از کسی. اما وقتی به پاریس رفت درخشش خالصشو دیدیم. یادمون باشه بازیکن بد وجود نداره، ولی جای بد وجود داره. بازیکن شماره 6 کسی نیست جز کارلوس توز افسانه‌ای، کسی که از منچستر یونایتد اخراج شد و به قهرمانی منچستر سیتی رسید.
توز از یونایتد کنار گذاشته شد، به تیم رقیبش رفت. قهرمانی، گل‌های بسیار حساس و انتقام کاملش را از یونایتد گرفت. یادمون باشه بدترین دشمن برای هر تیم فوتبالی بازیکنیه که رهاش کردیم. فوتبالیست شماره 7 کسی نیست جز رابین فن پرسی. تصمیمی که تاریخ رو عوض کرد. آرسنال به فن پرسی اعتماد کامل نداشت. اونو اخراج کرد و فن پرسی به یونایتد رفت. اون تونست قهرمانی لیگ و آقای گلی رو با یونایتد تجربه کنه. گاهی یک انتقال همه چیز رو عوض میکنه. اخراج شدن یعنی کسی بهت ایمان نداشت. اما این داستانها ثابت میکنه که ایمان واقعی از خودت شروع میشه. فوتبال پر از بازیکنای اخراج شده است، اما افسانه ها اونایی هستن که تسلیم نشدن. اگه قسمت دوم این ویدیو رو دوست داری تو کامنت ها برام بنویس و به هم بگو کدوم بازیکن رو جا انداختیم.